سلام، من آرمان هستم و اینجا دانشگاه عطسه در شهر استانبول. دانشگاه عطسه 5 دانشکده داره، مثل پزشکی، دندون پزشکی، علوم سلامت، علوم اجتماعی و مهندسی. همچنین 2 بیمارستان بزرگ و مجهز با آخرین تکنولوژی روز دنیا با سابقه 20 سال فعالیت می‌کنه. این دانشگاه چند ساله تأسیس شده ولی تونسته تو مدت زمان خیلی کم پیشرفت خیلی زیادی رو داشته باشه. عطسه از عضو پیمان اراسموس از اتحادیه اروپا است. یعنی شما میتونید 1 سال از دوره تحصیلیتون رو تو هر کدوم از کشورهای اروپایی که دلتون بخواد بگذرونید. شما میتونید تو این دانشگاه به زبان انگلیسی یا ترکی درس بخونید. این دانشگاه کتابخونه بزرگ با مجموعه کامل از کتاب‌ها رو داره. این دانشگاه 38 تا لابراتوری با تجهیزات روز دنیا رو داره. پوینت مثبت عطسه اینه که دانشجوهای رشته پزشکی و دندون پزشکی دوره کارآموزیشون رو با دانشجوهای دانشگاه باغچه‌ای در یک بیمارستان می‌گذرونن. دانشگاه عطسه تو منطقه کایتانه واقع شده که دسترسی خیلی خوبی به تمام نقاط استانبول داره. اگه دوست داری تو این دانشگاه درس بخونی، من میتونم برات پذیرش رایگان و بدون آزمون با حداقل 20% بورسیه رو بگیرم. و برای پذیرش شما نیازی به نمره UCSAT نداره. برای اطلاعات بیشتر مشاوره رایگان با من در تماس باشید.